السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، در این شب و روز همه ما و شما تیاری برای ماه دیده ایستاده‌ایم که بهترین ماه است، ماه شریف رمضان، ماهی که در آن قرآن کریم نازل شده است، ماهی که یک شب او بهتر از 1000 شب‌ها می باشد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاران خود را به قدوم این ماه مبارک مژده داده می گفتند: جاءکم شهر رمضان، ماه شریف رمضان آمد، ماه مبارک، ماه توبه کردن، ماه به سوی خداوند برگشتن، ماه مغفرت، ماه رحمت. از بزرگی این ماه این است که الله تعالی خودش این ماه را نامگذاری کرده است در قرآن: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماهی است که در وی قرآن همچون راهنما برای مردمان و سخنان روشن از هدایت و جدا کننده حق و باطل فرود آورده شد. هر یکی ما و شما خودش را سوال میکند: پس چگونه این ماه مبارک را پیشواز گیرد؟ دوستان عزیز، اولین عملی که پیش از در آمدن رمضان باید انجام دهیم توبه کردن از تمام گناهان. هرچی اگر بنده گناهگار باشد، گناه کرده باشد، باید ناامید نشویم از درگاه پروردگار، چون خداوند بخشاینده و مهربان است. هر سال برایمان این فرصت طلایی را عطا میکند. برای همین باید این فرصت را از دست ندهیم، هیچگاه ناامید نشویم. شیطان شاید که ما و شما را ناامید میکند از درگاه پروردگار که تو زیاد گناه کرده ای، تو را هیچگاه خداوند نمیبخشد. اما گوش کنید که خداوند چی میگوید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای محمد از طرف من، ای بندگان من که بر خود از حد تجاوز کردید، بر جا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای آن کسانی که ایمان آوردید، بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، تا پرهیزگار شوید. برادران و خواهران عزیز، باید که روزه گرفتن و نماز خواندن خالصانه به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد، نه برای مردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص روزه گیرد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده شوند. و یکی از خسارات کلانترین برای انسان این است که رمضان را دریابد اما خداوند گناهان او را نبخشد، یعنی توبه نکند، به سوی الله سبحانه و تعالی بر نگردد. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثش فرمودند که حضرت جبرئیل علیه السلام گفته است که رغم انف عبد ادرک رمضان فلم یغفر له. بسیار زیان کرده است، خسارت دیده است کسی که ماه رمضان را دریابد اما گناهانش بخشیده نشوند. از این حدیث فهمیده می شود که به نهایت فرصتی کلان داریم برادران عزیز برای توبه کردن و برگشتن، برای حیات نو سر کردن همراه پروردگار، چون که خوشبختی اساسی و آرامش اساسی این در طاعت پروردگار می باشد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این ماه مبارک برساند. قرآن خواندن و ذکر کردن و روزه گرفتن و نماز خواندن را برایمان آسان گرداند.